خیر با شده دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هسته. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبه. یار دیده چی خریدین؟ خندکای. دوستان عزیز این الیفا گرفتیم، ما نآوردیم. شما رفته ایب دستی اوچه انسیبش گرفتیم اومدیم خونه. نصیب باشه میدرویم. یک تا سورپریز داره نشان میدیم. دوستان عزیز و مهربانی ما، تحفه بهترین ما، سورپریز بهترین ما تو همین روزا برای چی هیچی نمیپختم؟ برای چی هیچی نمیپختم؟ به خاطر که دوستان عزیز ما دخوفکه نداشتم. همه یک کوارتیر گرفتگیم، دخوفکه نداشتم. اینا همی بگه شوارم دخوفکه را گرفت آورد. ایره خیلی شید زکاس کدگیش همی بگه رسید آوردن. نمیدونم کدام یک اینترنت مگزین زکاس کدگی آوردک. رنگی همو دخوفکه پیشینه که مخدوم خردگی بدم در تاجیکستان همو خیلی خلاصه گپ اینه خیلی نمی ساعتش کتی میمونی که همی خیلی نکم یک چی داشتهش با وینتیلاتر هم داشته. نکم او ایمن نداشته با وینتیلاتر. اینه خیلی سوید داشته خوشروک. انشالله این روز یک جایه همراه شما سمبوسه چی میکنیم؟ کوسه چای کو هم خیلی میکنیم. اکه این دخوفکه را با چی خاطر گرفته شوارم؟ با او خاطر گرفته که همین دخترش این دخترش یه روز گفت که مرا دلم کشیده است که پاپا آنم خیلی سمبوسه کوسه چای هم قدیلم هم خیلی کشیده است. همون روز بورگر کدگی من هم خیلی گفت. همون روز گریف همین را زکاس کرد به خاطر همین دخترش که همین دختر مدام خیلی کرد برای مو این روز همین خیلی چی میکنیم. بعد این درونش داشته یک توچه در کمپلکش یک تا 50 رسیپت داشته. داری همین شاوی تماشا کردم به نهایت رسیپت های خوش شروع. انشالله که یگان شای روی همین تیار میکنیم. این همی خیلی ای بود دخوفکه ما. انشالله که میپزیم خوش رو خوش چی خیلی میپزه چی خیلی نمیپزه من نمیدونم. برای ما یک جایه میپزیم میفهمیم که چی خیلی. دوستان عزیز و مهربان این خمیرش ما قریب که تیار کردم. خمیرش نه سست نه سخت میکنیم. ایده باید در روغن در خمیرش مسکه آب نمک آرد باید حرکتی میکردیم. با مسکه فراموش کردم بگیرم روغن انداختم. بعد آب نمک آرد اینم خیلی تیار کردم. از یک قیدیگه میخیلم میشه. بعد زوالچه کده اینجا میمانم میشه شروع کده. بعد سالاد چه تیار میکنم. برای سالادش پیاز کارتوشکا گوشتی روغندار باشه بهتره. گوشت کتی ریزه میکنم با خوشرو با نشون میتیم تونه. اینم خیلی کدام زوالچه کوره. اینه کلاناش برای تکشه برای روش پشوندن. اینم خیلی 12 دانه شید. هر دش 12 دانه شید. انشالله که با سالاد چه تیار میکنم تونه کدنده با همش کم کم نشون میتیم. ایره کدگیم دوستان عزیز بسیار در کانالمون هسته. لیکن با یه بار دیگه میکنم برای ولاگ نو ده با یگان کس از ذوقش میتیم میخزد تیار میکنه. برای ما دبولاش تخم نمیکنیم دوستان عزیز برای که هم خیلی خودش سرخ شوه. کم ترکی روغن کدن در پار تمام خودش سرخ شوه همون خیلی بمزه. دبولاش تخم میکنی بوی تخم میکنه کم ترک. دوستان عزیز و مهربان سالاد چه تیار کردم. اینمی خیلی همه چیشه کلان ریزه میکنی. بعدا با گرفتم پمیدور دبولاش پمیدورم میمونیم. پمیدورم ریزه کردم. یادم گرفته ایستادگیان هازی میگیرم تنوگ میکنم. بعد میپیچانم و دخوفکه میمونیم.
پختک با نشون میتیم با دستش نکلینکه عزیز و مهربان اینمی خیلی دادری کاسه میندازیم برای چی را کاسه چه میگیم ما برای که دادری کاسه میندازیم ای با فکرم دیگه چه خوراکی دیگه خاله بسیار آدمان نویسردن ای تتاریستونه هم خیلی ایران ناموش دیگه اینه که ما ساموسای طبقچه بگیم شه نمیدونم اینم خیلی میاندازیم پر میکنیم شه وقتی که پر کردیم شه با چی کار میکنیم شه کدامی که کدگی نیستایی به همه آدم داخل داره بعدن در بلاش یک تانیم خیلی پمیدورچه میمونیم کم ترک نه مرگ میکنیم شه در می پمیدور توقع بلاش کم ترک نه مرگ میکنیم ما شتاتیف ندارم دخترکوی خوش رو ما در کم تر دشوار انا که اینه ایشه مایده کتنو کدگی مونه میگیریم بلاشم میپوشونیم اینه خیلی بلاشو پوشونده محکم میکنیم از محکم میکنیم با نشون میتیم انا میخیل پیچون نمیشه و انا میخیل میگیریم شه گرفتنش آسونه اینه میخیل اینه از همشه میپیچونم در وقت دخوفکه موندن نشون میتیم دخترکوی خوش رو دوستانی عزیز اینه دوستانی عزیز ما 4 تاشو پیچوندم اینه یا چند یا مسکن اینه میخیل در بلاش میمونه خودش آو میشه میخیل میره و اینه بلاش خروستیش خشرو میشه سب سرخ نمیشه خیلی سرخ بلیستیش نمیشه و نکم این خیلی قوقه که خشرو میشه و قبا مزه میشه کدومی تیار کدگی نیست ما فراموش کردم فالگا نخریدم یا یکی چیپ خیلی بوماگا برای ویپیچکا نخریدم حاضی اینه چی گرفتم اینه خیلی بوماگای A4 گرفتم موندم اینه خیلی انا که دخوفکه میمونیم اینا دوستانی عزیز موندگیم خیلی پخته است در گرادوس پس مونده گرفتم شد نو بلند کردم یکم پس موندم که دروناش شروع بپزن بعد بلاش سرخک شد اینه میخواه اینا دوستانی عزیز یکم پرسی ما پخت خیلی دیر پخت نکیم برای که یکم در پست مونده گرفتم شد اینه میخیل میپزن اینه میخیل سرخ میشه حاضی میگیرم شد بعدن دیمشه میمونیم اینه دخترکوی خوشرو همکه خوشروی پختگی که ایجاد ما را انتظاره آدمی زکاس کردگی من زکاس کردم هم زکاس کرده نمیجاز میگیریم نصیب باشه بعد رونشو میبینیم اینه خوکه کم که خوشروی هسته که اینه دوستانی عزیز تاکشه بینید چقدر خوشرو میپزه بلاشه بینید همه‌شو نمیخیلی уже تیار کردیم زکاس کردیم زکاس کردیم در رستوران منیژه رستوران منیژه زکاس کردیم شما هم زکاس کنید بگو شما هم زکاس کنید در رستوران اوچاتون اینو تو خواسته بخیر اگر کسی نداره اگر هیچ کی نداره مود از بگوید زکاس بدیم حاضی میخورن آخه حاضی نلیست بگیم ایجا بعد بشینید شما بخ اینا دوستانی عزیز و سوچنی خشرو حاضی فریزه را میبریم بریدنش نشون میتیم چه خیلی میبریم؟ خلیف اینه خیلی انا که بریدیم شه ای فریزه را اینا نگاه کنه چه خیلی درنش او داره که ایرا میگن ساموسه شوربا با مزه اینه الیف خورده استیوژه با مزه دوستان عزیز شما هم بخوره در همجا باشه ولوگ با پایان میرسونیم تا ولوگ آینده در پناه خدا باشد خدا نگهدارتان باشد حتما تیار کنید بخورید پشیمان نمیشوید قدر